شما الان فود استریت یا همون خیابان غذا رو برید نگاه می‌کنید می‌بینید یه ماکتی از یه فروشگاه غذا درست کردن با چند تا صندلی، کپی پیست پیست تا آخر خیابان و اون هم تکرار شد. این جز فرهنگ خوردن و رفتن هیچ المانی از عراق نمی‌بینیم، هیچ غذایی از عراق نمی‌بینیم یا خیلی هیچ هویتی از عراق نمی‌بینیم. برای فصل سرما چه فکری به حالش کردن؟ با کاهش مشتری چه اتفاقی میفته؟ اگر تبلیغات الان بیفته کجای ساخت معنا در این شهر قرار می‌گیره؟ چطور می‌خواید تبلیغش کنید؟ می‌خواید بگید که ما خانه امیرکبیر داریم، مقبره آقا نورالدین داریم، بازار سرپوشیده داریم، فرش داریم و فود استریت داریم. من گاهی اوقات ما می‌بینیم مسئولین یه سری از این بزرگواران خیلی در واقع افتخار میکنن به این حالا عناوینی که شما فرمودین مثل همین بازار عراق و حالا امثال هم، ولی در راستای که اینو بیشتر به مردم معرفی بکنن، عمق بهش بدن، ما هیچ برنامه‌هایی نمی‌بینیم.